بر بهترین حروف دل ارزنده ها سلام. بر مهرنامه های ما زیبنده ها سلام. سر بر هزار کوی در افکنده ها سلام. السلام علیکم. خب خداوند برایتان ایمانی شکست ناپذیر، خلق خوب و بی‌نظیر، زبان ذکر کننده، قلب شکر کننده، در روزگارتان برکت، در کارهایتان آمد، در خاندانتان تنجی و سعادت را ارزانی داده باشد، در روزگارتان برکتی فراوان عطا کرده باشد. میگویم خوش آمدید بر برنامه پرنده های مهاجر. اندک کم فرصت مانده که سال جاری به آخر رسد. سال 2022 نزدیک می شود. همین که سال به آخر رسیدن، غروب آفتابی سال فرا می رسد، یکان 10-15 روز باقی می ماند. هر سال یک عادت عجیب پیدا شده که در شبکه‌های اجتماعی همان تعریفچی ها آغاز می کنند فعالیتشان را با جد و جهد و در آنجا وزیر سال و کبیر سال و جزیر سال انتخاب می کنند. همین روز، همین هفته، یعنی که من شبکه اجتماعی را یک از نظر گذرانیدم و گفتم چرا وزیر سال باشد، چرا انسان بزرگ سال انتخاب کنند یا یگان شاعر سال انتخاب کنند، نویسنده سال انتخاب کنند، چرا ما هم نفری را انتخاب نکنیم؟ البته که ما با خوش آمد نه، ما حقیقتش را انتخاب کرده باشیم. بهترین وزیر سال گفتند یکی پیشنهاد کردند در فیسبوک، یا رمضان رحیمزاده را، دیگری گفت وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکوونیک گفته، و وزیر فرهنگ مثلا شمس‌الدین اورونبک زاده را، وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله زاده را. و این وزیرها چه وظیفه های مقدس اجرا کرده، چه نوگانی های در جمهوری عزیز ما برای پیشرفت کرده، چه کشفیات کرده باشند. خب عالم که نیستند، چیکاری خیلی ارزنده کرده که آنها را همچون وزیر سال میگذارند. یکی شیرین امانزاده را پیشنهاد کرد، بله او مهنت کرده ایستاده است، آنچه دیدیم هست میگویم. و دیگر بین مخالفین و بین اهل ایجاد و بین زیایان و بین عالم ها هم یک صحبت عجیب آنجا در شبکه‌های اجتماعی برخواسته. گیرودار گفته شنیده عجیبه که شاعر سال، یکی خود را شاعر سال انتخاب کردن میخواهد، دیگری هم تو، دیگر کسب و کار نمان آدمی سال میگوید، استای سال دیگر و دیگر، یا اینکه باز لیسکی سال یا خوش آمدگوی سال، پلاگیات سال، قهرمان دیسرنت سال گفته برآورده ایستادن. امروز یک سخن خوبه من از شبکه اجتماعی فیسبوک خواندم که عبدالقادر رستم نویسند مقال به خوردن سیر نشده به لیسیدن سیر نمیشوه دیگر دروغ است گفته. به خوردن چی شده که به لیسیدن شوه؟ این مقال هست در بین تاجیکان هست، ازبک ها هم میگویند یب توی مگن یا لب توی مست میگویند ازبک ها، یعنی که کسی که خورده سیر نمیشود لیسیده سیر نمیشود. اما همین مقال را عبدالقادر رستم بیکار دانستند. چرا باشد؟ نگاه کنید چرا. در این چند سال اخیر اگر همین سخن اهمیتش را گم کرده باشد، به معنی شده باشد، از شرح من شما در حقیقت، شرح من دلیل است که شما در حقیقت قائل می شوید. نفرانی که کسب و کارشان نیست، دیگر فقط با تعریف و تصنع آواره هستند، اینها بالایی ها را تعریف میکنند، تملق میکنند، به آنها خوش آمد میزنند، تعظیم هم میکنند جای شاید، و روز تو روز میرسند به منصب و مرتبه. و یک فیلسوف گفته که کسی که از دستش کار می آید کار کردن آن میخورد، کسی که از دستش کار نمی آید تعریف کردن آن میخورد. یگان بالا و مقام را تعریف میکند، سرخم میکند، دست پیش برگرفته خوش آمد بالا بردار میکند و صاحب وظیفه میشود، از دستش آید نه آید. و همین خیل چی یافتند؟ از لیسیدن یافتند، مقام هم، ثروت هم، شهرت هم یافتند گفته نوشتن در فیسبوک. در حقیقت یک منطق بزرگه دارد این سخن.
و یک درباره خوشامدگوها یک سخن خوبی هست، میگویند تنها خوشامدگوی قدرت دارد، تنها خوشامدگوی میتواند، دیگر کسی نمیتواند، خوشامدگوی میتواند که از خر لنگ شیر میدان سازد، از یک خر لنگ شیر میدان سازد، مرد میدان هم گوید او را در میدان جسارت و متانت از شیر لنگ از خر لنگ شیر سازد. همین طریق ما امروز برنامه را گفتیم غریب سال. چرا؟ اون کاری که وزیران کردند و کبیران کردند و بزرگان که خودشان را زیایی های ملت یا سیاستمداران ملت میگویند، هر کاری که کردند وظیفهشان را اجرا کردند، اما دسترخوان آنها را، بریده نان آنها را، رزق روزی فراوانشان را و اینچنین رزق اهل وطن را با اهدای خداوند البته مهاجران میرسانند. غریب سال، ما غریب سال را اینجا هم با کنایه، هم با بعضی مضمون‌های که دامنشان خیلی فراخ است انتخاب کردیم غریب سال باشد. اون قهرمان هایی که در وطن خود را قهرمان گفتند و باز با چند از لیسکان فرمودند که آنها را وزیر و کبیر سال گویند، نه، ما غریب سال معین میکنیم، مهاجر سال معین میکنیم، چون که آنها زحمت کشیدن و آنها سزاوارترند که در وطن صاحب یک عنوان، اگر جایزه باشد صاحب جایزه باشند که غریب سالش گوییم. ما همینجا یک نوارک عادی تیار کردیم، اگر درست دقت دهید میفهمید که چرا وزیر سال میشده است، چرا پرزیدنت سال میشده است، چرا بالا مرتبه رئیس شهر میشده است، رئیس سال میشده است، وظیفه‌دار سال، صاحب کار، همه چیز سال میشود و عرابکشی سال نمیشده است، یا اینکه زندانی سال نمیشود، یا خود غریب سال نمیشود. بیایید یک گفتم نگاه کرده میگذاریم دایره همین موضوع تا تفکر شما را وسیع‌تر کند بابت موضوع. بعدن زنگ‌های شما را قبول کردن میگیریم. مرحمت. دخترچم در شکم بود، 4 ماه بود که من خیلی سلفان کاروبکا میچیندم، زندگی ما پیش میبردم. بعدش دیدم پس چیل دا بودم، گودک ولی چیل نبرآمده بود، من عروبا میکشیم دورنی کارمند خیلی سلفان باکلاشکا هم خیلی میچینم میفروشم، زندگی ما پیش میبردم. عبید میشه شکم گودک را سیر میکنم، کارم بود میکنم، عبید هم گرم میشه، هم سوداگرای کاروبکا و سلفاناشون میپرتید، با میرم میچینم میام. گپ سر این میرود که همین کاری ما بگیم یا حلنامه سودا بگیم به اشتراک ما برآوردن، حلنامه سودا نوعیت دادسی هم سودیایی که برآورد به اشتراک ما برآوردن. ما چند بار مراجعت کردیم نوعیت دادسی در پروکراتورای نوعیت دادسی، پروکراتورای شهری همین کارا را ندیدن. یادم این آوازی اومدن ما را به یگان پرزیدنت که ما را گپ زدن که همین روز ما چاپا میکنیم، اومده همه چیز ما را چاپا کردن، ما را ضرر به حدی بد کلان آورد. سود کی بوده که برای چیش ما اشتراک نکردیم سود ما را فیرود ما نکردن، سود گذراندن. بعد چند ماه بعد با ما طلب کردیم، با ما عریضه داریم که ما طلب کردیم که ما حلنامه سود ما را برآورده بکنیم. میگم حلنامه سود برآوردن و سراغ گذشته ما دعوا کردیم، بگیم حلنامه سود بازداشت کردن در اینجا با بگیم تقابضی و با هم اختار بورین همین گپ درباره تقابضی میروه. بله تقابضی. این شرکت ساختمانی چیه نامش؟ شرکت ساختمانی تاج معمار. چی؟ تاج معمار. ای کی است صاحب ملک؟ صاحبش حاجی خلیل گفتنی رئیس ماشین بازار. تقریبا چند قرار است خود که در ساختمانی همین؟ ما قریب 850 900 هزار دلار ما راستوب کردیم، ما را خرجور شدیم، در اینجا چند بار ما 90 خرجور بردیم، این اومدن زمین را چاپا کردن. ایده کی میبینه چورش؟ پروکراتورای شهری، پروکراتورای نوعیت، پروکراتورای گنرالی. توی که در مغازه یکم تر مغازه بخوردم بودن. ما همه یعنی ما خرید کردیم 20,000 دلار ریمونت کردیم. بعد ما میگیم 150,000 دلار ما بردیم. همه چی من ما بردیم، همه پرین لوی شد. ما راه خیلی مشکلی را بعد از انتخابات سال 2010 طی نمودیم و بر اثر این فشارها طوری که استاد زنده یاد سید عبدالله نوری می‌فرمودند اگر ما شکسته باشیم نریختیم،
ولی ما حزب نهضت نه شکسته ایم نه ریخته ایم. و هر قدری که بالای ما و شما فشار و تعقیب و تحقیر و توهین و تهمت هایی نزدند، باز ما همان قدر استوارتر، قویتر و در عزم راسختر باقی مانده ایم. با آنهایی که امروز در خدمت حزب حاکم این حکومتان گفتنیم، ما اینجا نشستگان فرزند یوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. خب چرا زنی که لقمه نانش را، رزق فرزندانش را با زور دست و بازیش میابد، بازار دست و بازو و عرابه میکشد، او را عرابه کشی سال گفته یک مکافات و جایزه و عنوان نداده باشیم. البته ننگ است عرابه کشی سال در تاجیکستان بر این بهشتی روی زمین، اما راست است، حقیقت است. چرا مادری که عمر جوانش در انتظاری شوهر گذشت، بعداً از انتظاری فرزندش سر شد، او را انتظار شد تا دم مرگش، دائما چشم انتظار و چشمش به در حولی بود، او را چشم انتظار سال گفته عنوان ندهیم. چرا؟ خب این گونه چون و چراها بسیار. یا خود دوام همین 3-4 سال آخر، خصوصا 2 سال قبل، دیسرنت پای واسطه عالمان را معین میکرد که اثرهایشان دزدیده شده است و عنوان عالمی هم گرفتند. یک آنها را اکادمیکا را نامبر کرد. یگان پلاگیات سال گفته نفری را نبرآوردند. آخر حقیقت است، حقیقت را نیو آنچه که از حاصل خوش آمده است آن را میگویند. و اینجا یک چیزی خنده‌آور هم هست. ما یک اوردین یعنی که مدال پیدا کردیم، مدالی که برای خوش آمدگوی سال داده می شود. خوش آمدگوی سال به روسی پادخلیم میگویند یا لیزون میگویند. لیسکی سال هم، چاپلوسی سال هم گفتن ممکن است. معنای چاپلوس همین است که با راه خوش آمد و تملق بر خودش رزق و روزی پیدا میکند. و اینش را شما میابید برای این عنوان داده شود، عنوان خوش آمدگوی سال یا خود چاپلوسی سال. میتوانید با ما پیوسته زنگ زده دایره موضوع امروزه شاید دشوار باشد. اگر دشوار باشد میتوانید در موضوعهایی که ما طریق نوار برایتان پیشکش کردیم در این بابت حرف زنید. و اگر دشوار نیست درباره خوش آمد بر رئیسان و وزرا و که برای همین کشورمان که ما یک نامبر کرده گذاشتیم میتوانید حرف زدن. از 153 نفری که عین حال ما را تماشا میکنند، من باور دارم که فکرهای تازه، فکر بکر در اینجا بسیار است و گفتنی های دارید. خب یک برنامه دیگر در همین سال 2021 است. بعدا سال را به انجام میرسانیم. از اینجاست که ما موضوع امروزه را وابسته سال گرفتیم و گفتیم غریب سال، مهاجری سال. مهاجری سال گفتن مهاجری سال چی بود؟ درست‌تر بود، ارزنده تر بود، اما غریب سال پرتأثیر است، سخت پرتأثیر است. باز با نام برنامه که پرنده های مهاجر است، اگر موضوع غریب سال باشد باز هم بهتر. اینش را هم بر نظر گرفتیم. برنامه پرنده های مهاجر. تشکر که وقتی پرقیمتتان را دریغ نداشته با ما همراه هستید، ما را تماشا میکنید، فکرهایمان را دستگیری میکنید و اگر دستگیری هم نکنید مقابل فکری ما هم حرف زنید. میدان آزادی سخن برای شما مهیا کرده شده است، چون در کشور این گونه منبر سخن پیدا نمیکنید که هر چی در دل دارید ابراز کرده باشید. واقعا
صاحبکاری که ما نمایش دادیم، نفرانی که در شبکه اجتماعی پیوسته اشتراک میکنند میدونند، اما نفرانی که تمام عمرشان از پای کار و بار زندگی است در روسیه خصوصا شاید خبر نداشته باشند که یک صاحبکار بیچاره را در تاجیکستان قریب 1 میلیون سومانی صرف کرده یک مغازه کشاده، اونجا با فروش مواد پوشاکه یا خوراکه است، پوشاک است مشغول است. به یگان سود که او اشتراک کرده باشد با درهای بسته به اشتراک یک نفر سود کردند و مغازه او را چاپه کرده ایستادند. دکان بزرگ وی را چاپه کرده، در کوچه هر چیزی که فروشه است برباد فلک داده همه را چاپه کرده ایستادند. این گونه حادثه ها کم نیستند. در شهر ما هم در سرافشان خودی ما را هم خانت را زده چاپه میکنیم، از اینجا بر میخیزی گفتند و از یک باغی که اونجا خواجگی دهقانی بود، نهال پروری بود، اونجا باید با باغبانی مشغول میشدیم، از اونجا راندند و زمین را، زمین آبی را تقسیم کرده دادند. پیوسته در شبکه اینترنتی دیده ایستاده، در وسایل اخبار ما هم، در همه رسانه ها، آژانسی های اطلاعاتی نوشته ایستادند که در تاجیکستان چقدر در فروش زمین های غیر قانونی و فروش غیر قانونی راه داده ایستادند. و البته در این بابت هم یک برنامه خواهد بود در همین شبکه پیام. حرفی نداری برای گفتن؟ اگر تمام برنامه برنده حرف زند، البته 17 دقیقه برنامه من حرف زده ایستادم، باقی برنامه گذشته می رود. خب مهاجری سال، دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیه؟ دوباره ماه دیگر شد چرا نمی آیه؟ چنار پشت درت، نهال پشت درت با قدت برابر شد، نهال پشت درت با قدت برابر بود، چناری خوش قد و بر شد چرا نمی آیه؟ برای مهاجران شاید بعد از آن که در کشور روزهای خوب و آسوده فرا می رسد، کارگاه ها به کار شروع می کنند و اگر این همه لطیفه و افسانه هایی که امروز در پیام گوش کردید همگی جامعه عمل پوشیده توانند، چه خوش می بود اگر جامعه عمل پوشند و همگی با کار در وطن تامین می شوند و کارگاه ها و فابریکه و زوادها و کار آغاز می کنند، شاید این همه مهاجرانی که بر وطن برمیگردند کتاب های نوشته می شود از حیات مهاجران. خود در روسیه اگر نفر صاحبکار باشد اونجا، یا خود نفر در ساحه ساختمان کار میکند، لااقل 250 نفر تاجیکانی که اونجا کار کردن، هر یک صفحه کتاب شود، یک کتاب بزرگی می شود. به روسیه نانکابی رفته، از آنجا برنگشته ها هم یک کتاب بزرگ می شود، چون یک قبرستان های بزرگی هم در روسیه هست. آنجا رفته کارشان آمد کرده، به قله های مراد رسیده ها هم هستند، بگذار صفحشان بسیار باشد و اهل خانواده را هم گرفته برده ها هستند به روسیه. راهشان سفید باشد، زندگیشان خوب گذرد، ما فقط دعاگوی آبادی خانوادهشان هستیم. همین جاست که ما در فکر و یاد همین مهاجران عزیز، چون برنامه هم محض برای آنهاست، همین موضوع را انتخاب کرده هستیم. غریب سال، غریب با نصیب سال هم، غریب به نصیب سال هم هستند مادر جان هایی که راهی همسرشان را خیلی انتظار شدند، بالاخره دیدند که نشد، همراه فرزندانشان از کجای قرض گرفتند، قرض و قواله کردند و چیپته گرفتند و رفتند باز روسیه تا کارشان آمد کند. یا توانستند کارشان آمد کرد یا نتوانستند، بیمار شدند، باز بالای سر این فرزندکان اکنون راهی برگشت ندارند، مبلغ ندارند و کار افتاده و درمانده در روسیه. این گونه ها هم کم نیستند. خیلی بسیارند مهاجرانی که نان خورده و روزی گذشته گفتگی برین روزشان بازار میگذرد در روسیه هم، اما بر وطن برگردند اینجا هم از آنجا بهتر نمی شود. دیگر خویش و تبار هم یک روز، 2 روز، 10 روز کمک میکند، اما بسیار نمیتواند. روزی همه با یک حساب معین گذشته ایستاده است و نیز در روسیه کم نیستند آنهایی که بر دست فریبگرها افتادند و
طول چند ماه معاششان را گرفته نمیتوانند، از حقوقشان برخوردار نیستند، سوادشان نمیرسد. این گونه ها هم کم نیستند. باز هم درد شما درد ماست، درد جامعه است، درد مهاجر درد برنامه ماست و این منبر آزادی سخن محض برای شما مهاجران عزیز است. می توانید برآمده حرف زنید و اگر کسی واردی برنامه هم نشد و حرفی هم نزد، برنامه البته که تنها با سخن گفتن خود مجری میگذرد. با گفته بیدل یا بگو یا بشنو و گفته شنید است اینجا. و نیز کم نیستند مهاجرانی که در روسیه خب با صاحبکاری مشغول شده توانستند کار را پیش برده، باز هموطنان را با کار تأمین کنند. عجیب این که در آوان مکتب خانه ما که عین وقتی در تاجیکستان یک دوره گذشته بود، قیمتی بود، مواد آذوقه پیدا نمیشد، روزگار مردم وزنین بود، همان سالها که کم طالب علمان را بر مکتب فرا گرفتند و دیگرها را از صنف نهم همه را راهی سفید خواستند، جواب دادند تا کسب آموخته نانشان را پیدا کنند. همان سالها نفرانی که از صنف نهم برآمده رفتند امروز در روسیه یک راه خوب زندگی را پیدا کرده. خیلی های را شنیدم که صاحب کار هم شده رفتند، یعنی بر وقت آغاز کردند. اکنون همین حالا نمی شود، دشوارتر شد. مهاجر به نهایت بسیار شد در روسیه. باز بالای مهاجران هر روز یک قانون نو. امروز گفتند که فرصت مدتی بود و باشه خیلی از مهاجران آنجا کوتاه کرده شد. مهاجرانی که از ایزی انگشت سپاریدن خودداری میکنند نمیخواهند، یا مهاجرانی که از با بیماری های گوناگونی گذرنده گرفتار هستند، سرایتی، آنها هم مهلتی بودی باشان کم شد. در ساحه ساختمان وزیر وابسته بر همین ساحه در روسیه گفت که بگذار در ساحه ساختمان دانشجویان خود روسیه کار کنند، هم برایشان تجربه آموزی است، هم معاش کار میکنند، پول کار میکنند، هم می آموزند. کار عملی خوب آموزانیده می شود. یعنی که مهاجران کمتر شوند و خود روزهایمان را، خود کادر یعنی اختصاصهای خودمان فرا گرفته شوند تا رفت محیط مسافر، محیط مهاجر را، محیط غریب بیچاره را از چهار طرف تنگتر کرده می آیند. نرخ پتنت باز هم بالا می رود و تا که این گونه ادامه می یابد این روز و روزگار. چون امروز پیام را شنیدم که رئیس جمهور که او را پیشوا و یک مقدسات بر این بالا بردار میکنند، رئیس جمهور در پیامش گفت که وعده داد که تا سال 2030 برق گویا دائمی میشده باشد. خبری نزدیک سال 2030 که تا آن روز کی زنده کی نه، کی برق دائمی میبیند میسرش میشود و که ها تا آن روز نمیرسند. یک عمر جوانی در حسرت نبودن برق در تاجیکستان گذشت. نفرانی که 28 سال دارند از به دنیا آمدند که برق دائمی زمستان را ندیدند تا هنوزم زمستان برایشان تاریکستان است. نیمه شب برمیخیزه گور برین تاریک، قبر برین. و البته هر نفری که بر عاقبت بر روز قیامت باور دارد فکر میکند که ما که شبانه خیستیم اینقدر تار، دنیای تنگ است، تاریک است، فردا قبر رهبرانی که در چنین حالت مردم را گرفتار کرده میمانند چگونه خواهد بود. کردت را میبینی در این دنیا هم در آن دنیا هم. و پیوسته میشنویم بر کشورهای همسایه تاجیکستان برق میدهد، موضوع دیگر طرف رفت. باز هم حال اهل وطن همانا که همان است. اگر حالت تکنیکی درست باشد یک بار میسنجیدید که دایره موضوع شما هم حرف زنید تا برنده خسته نشود. من هم گفتنی های بسیار دارم هنوز، باز هم خواهم گفت. مهاجر سال، غریب سال، برنده های مهاجر غریب سال، چون خوشامدگوها ها گفتند وزیر سال، خوشامدگوها ها گفتند رئیس سال، باز هم در خوشامد و پیچامد و تعریف و تصنع اهل منصب حرف زدند. من پدر ملت گفتم مهاجر را میشناسم،
پدر ملت گفته غریب را میدانم که او تامین کرده ایستاده است. پدر کیست؟ پدر تامینگر است. پدر کسی که ننگ و ناموس اهل ملت را حمایت کرده، خودش را به گرم و سرد کشورهای بیگانه قربان کرده، زحمت کشیده، پول میفرستد و اهل وطن زندگی میکند. بودجه کشور را قریب اکثرا مبلغ همین با زور بازو یافته مهاجران پر میکند. از اینجاست که غریب سال گفته نام گذاشتیم. باز یک بار دیگر گفتم برنامه پرنده های مهاجر. می توانید طریق پیامک هم حرف هایتان را گویید. من البته اگر حرف های خوبه هستند میخونم. خب اگر دایره موضوع باشند و اگر خواهش در این برنامه داشته باشید که چه دیگرگونی در این برنامه جاری کرده شود، در پیامک نویسید. این را هم میخونم، بررسی میکنیم، البته شاید اجرا هم میکنیم. الهام شما را گوش میکنم. السلام علیکم. السلام علیکم. بلندگویک از جانب ما گیران است. شاید الهام خودشان از طرف خودشان خاموش کردند. حرف ای انگلیسی. اسماعیل سامانی آفرین بر خدا نوشتند. خب بله، عجب صبر خدا دارد. یک حافظ ایران نمیخواد عجب صبر خدا دارد. ما صدا را نمیشنویم. الهام السلام علیکم. خب تا درست پیوستن باز هم من حرف میزنم. همین صنعتی تعریف کنی، توصیف کنی یک نفر از قدیم الایام بوده است. از قدیم الایام برای پادشاهان تعریف کننده های بودند، شاعران مداح میگفتند، مدحیه ها میخواندند و از آن مداحان کم نفران در ادبیات ماندند. بیشتری در ادبیات بوده ها شاعرانی که در حقیقت قلم داشتند، صاحب قلم بودند، معنی آفر بودند، از آنها گرد آورده شدند. اما شاعران مداح درباری بودند، آنها را درباری میخواندند. یکی از گناهکاران اساسی، گناهکاران اصیل هم گفتن ممکن در همین حالت امروزه کشور، همین مداحان هم هستند. چیزی نبوده را تعریف کرده راهبر را باور میکنند که همگی خوب است. در افسانه 1001 شب بود که در بغداد همه جا تنج، بغداد все спокойно میگن، یا که همین در افسانه 1001 شب هم هر قدر تبادلات، هر قدر ناعدالتی هم باشد، تبادلات هم باشد، دیگر چی باشد، ناآرامی هم باشد، در بغداد برای پادشاه میگن نه، همه جا تنج است، آرام است، این خواب است، تو خواب دیده ایستاده اگر یگان چیز رخ میداد. افسانه ها دروغی به حقیقت نزدیک است میگویند. همین طریق در کشور هم بودند شاعرانی که رئیس جمهور را برابر کردند بر عیسی مسیح برگشته و گفتند مادرش مریم است، این عیسی است که برگشت و او نمی بود، ما تا هنوزم کنجاله می خوردیم، او بود که در کشور صلح و صلاح است. همین به شرافت او بود. حتی اگر حاصل یگان سبزوات میوجات اگر فراوان میشد، همون سال رئیس جمهور بر همون شهر یا نواحی سفر میکرد، همون حتی حاصل را میگفتند که با شرافت رئیس جمهور امسال حاصل ما خوب است، یا با پای قدم رئیس جمهور میگفتند. و حتی در روز رومیخانه، یک روز تجلیل جشن رومیخانه که آخرهای ماه آگوست یا آخرهای ماه سپتامبر، آخرهای ماه سپتامبر جشن گرفته میشد، حتی در یک مجلس نفر برآمده گفتند که تحت سیاست پیش گرفته جناب عالی و خیلی دراز خوشامدها، تحت سیاست پیش گرفته پرزیده و پیشوای ملت، امروز جلال الدین رومی را تمام دنیا میشناسد و همین طریق آغاز 5-6 جمله همه متن‌هایی که از منبر میخوانند یک خیل شده رفت
اول تعریف و تصنع پیشوا، بعدا می آوردند یگان کار عادیه که شده. اما دروغ اینجاست که جلال الدین رومی که در عصر 13 به دنیا آمده و رئیس جمهور که امروز در عصر 21 زندگی میکند، هرگز تحت سیاست پیش گرفته او جلال الدین رومی را دنیا امروز نمیشناسد. رومی را میشناختند در ترکیه، شاید قریب هم میشناسد، وگرنه اینقدر تلاش نمیکردند بر جلال الدین رومی. و خیلی دیگر همین گونه شاعران، نویسنده ها را اگر شب ایجادی تشکیل میکردند یا شب گرامی داشتی خاطره یگان شاعر باشد، باز هم همین تعریف و تصنع اول بالا، اول راهبر، بعدا آغاز میکردن گفتگو را. عادت کردیم. همین هم یک چی میگن، سرایت عادت مداحان است که شاعران مداح است که بر جامعه تاثیر میکند و جامعه دروغین پیدا میشود و ما باور میکنیم که در حقیقت همه جا خوب، همه جا تیج، در حقیقت در زیر پای رئیسان قالین سبز میروید خود به خود از زمین و همه جا برق هست، همه جا آب هست. بله، سنت شریف شما را گوش میکنیم. السلام علیکم. السلام. و علیکم سلام. آوازمون میاد؟ بله هست. امروز خیلی که گفتن اپاجان رئیس جمهوری تاجیکستان که برآمد گفت 2013 مقصد سویتا چیز میشوم، برق دائمی میشود. باز خاموش شد. خب نفری دیگر رو قبول میکنیم، شاید بعداً باز پیوسته توانند. مرحمت معروف. سلام علیکم اپای سویما. و علیکم سلام. گوش میکنم. امیدوارم شما سوزن خوبین. بله، من هم امیدوارم که همگی صحت سلامت باشد. در چنین هوای سرد زمستان دلتان بر زندگی گرم باشد. زنده باشید. خیلی در این خونوکی از پس زندگی، از پس روزگار با امیدی که فرزندو محتاج یک کسی دیگر، محتاج هیچی نباشد، از کمبودی کم نباشند، در شهر غریبی کار کرده گشتیم در همین خونوکی ها. با امید سال 2030 بله می شود. خب لیکن 29 سال سال می شود که برق افسانه شد فقط در شب خواب میبینیم. با فکرم تمام در حقیقت موقع برق با فکرم نمیبینیم تا وقتی که این رژیم، این سیاست در سر قدرت است. ما با فکر ما که این برق دائمی نمیشود. که جای رئیس جمهور محمد شریف رحمانوف یک آدمی با ایمانی، آدمی با انصاف، یک آدمی که در حقیقت غم ملت هم میخوردگی نباید. با فکر من که این ناممکن است. من وعده میتید تمام. وعده خالی. آدمی که یک بار دو بار وعده داد، وعده شو اجرا نکرد، انسان با زوری در سر قدرت شدگی است. با زوری و با ظلمی و در سر قدرت شکستگی است. با پنجه و با دندانش قپیدگی کرسی با هیچ کس دودنی نیست. بله، شیرش بسه. انا همیش علاموارش انا همین ده درسته. نه خودش میکند نه میماند یک کسی دیگه کند. بله درست علاموارش همین. و علاموارتر این که سخت در حراس هستیم که جانشین خود را نگذارد که آماده کرده ایستاده است. بله، و جانشین خودش اکو من هم قشنگ میدونم که و جانشینش و رسی قبول ندارد. و من باور دارم که و یعنی امام علی رحمان اگر با امر الهی اگر ای دنیا گذرد و اتوماتیکی ای دنیا وظیفه میگیرن و دیگه کس باید
من حیران میشم یک چیز که اوخای نخود در همون حکومت یک آدم یک با اینسو یک آدم کم ترک غم مردم میخوردگی اوخای گیره نیست کنین همون آدم یک گیرین یک عیبین اختون یک تا شبین یک کم ترک غم ملت میخوردنی شبین اوخای کم ترک اقتصاد تاجیکستان بردارین. من همیشه حیرانم برای چی نمیکنن و همین کار برای چی نمیکنن. من همیشه حیرانم. راست من قشنگ فهمیدم که همش خاطر وظیفه ده، همش خاطر وظیفه و ای وظیفه نگیرد گفته میبردارن، ای وظیفه نگیرن گفته در تک پاش گل میپوشن، ای وظیفه نگیرن گفته چی ها نمیکند برای وای. لیکن این مال دنیا همش گذرا است، مایل همش میگذارد. لیکن در همو دفترچه سیاه نمای همنام میماند. دفترچه سیاه با نمای هم خیلی خوینا میماند که امروز در خلق تاجیک در روسیه میگن که سگ قدر دارد خلق تاجیک نه. در حقیقت راست است که سگ قدر دارد خلق تاجیک نه. امروز من بعد چشمم دیده ایستادم که چی حال و چی وضعیت به این مردم تاجیک. حتی تاجیک خودش در همه حالت دشواری پرتوفته رفتگی وضعیت همه این چی کی گناهگار به همه این کی گناهگار به همه این همون سیاستمدار که همون خیلی سیاست در همون تاجیکستان گذاشته انا همون گناهگار. من همون گناهگار میبینم دیگه یکون کس گناهگار نمیبینم. هستند. بله یک زمان سیاستمدار مخالف حکومت روسیه ژیرینوفسکی را میدانید LDP. بله. یک زمان ژیرینوفسکی گفته بود که اگر 1% خردکه که مبلغ در بانک شویتزاریا داشته همسر معامله را آورده بر تاجیکستان ریزیم، 1% خردکه که مبلغ زن معامله را آورده ریزیم، در چندین شهر زواد و فابریکه می شود. بله. و چه خیلی دانسته است این در برای ما تاریک است، اما ژیرینوفسکی همین گپ را گفته بود و شنیده بودیم. ژیرینوفسکی پیرم شده باشد لیکن سوادش ولم هست. میدوند چه خیلی کار کرداست، چه خیلی کدام مردم چه خیلی کار کرداست، چه خیلی فهمیش دارد، چه خیلی گویم چه خیلی همین راهبر دارد کدام دولت همش هم میدوند. فقط خصلتش این است که مردم دیگر کشورها را آنقدر دوست نمی‌دارد، ملت‌گراتر است. کمتر ناتیست هم هست. بله راست میگوید. خب بله. خب اگر باز نفر دیگری را قبول کنیم همراهشان بحث میکنید. مایل اگر طرفدار اگر رژیم باشد علی هستند. مرحمت دادر علی شما را میشنویم. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. گوش میکنم. درست نازمی سلامتی اون نازمی. بله خدا را شکر. ما گوی توزی راستی ناو پایواز شدمو. خب موضوع این درباره چی رفته است؟ موضوع همین دیدیم که در شبکه‌های اجتماعی ها گفته وزیر تعریف کنی، کبیر تعریف کنی، بالا برداری وزیر سال، شاعر سال، صاحب کار سال و ما هم تصمیم گرفتیم که غریب سال گفته یک برنامه کنیم، یک موضوع کنیم، چون که همین نان و نمک اهل وطن را غریب رسانیده ایستاده است. وزیر نه، وزیر خانه به خانه گشته روزگار تامین نمی‌کند، مهاجر کشانده ایستاده است. به همین خاطر یک برنامه غریب سال نام گذاشتیم. نام موضوع را برنامه پرنده های مهاجر است. مرحمت حفظنید. امروز راستی گاب ما سال سرکار بودیم و همین دوری پیام کمتر گاب میزدی تا ما کمتر معلومات میگرفتیم ناز میشد. دوری پیام چی گفتیم؟ گفتند که همین که سال تحصیل به آخر رسید ماه ایول معاش معلمان برداشته می شده است. من فقط کلمه هایی که به گوشم فارید گرفتم به خود و سال تحصیلی سال به آخر رسید معاش معلمان. این عجیب است البته. و یک سخنی عجیب بود که سال 2030 بشارت است، این نمیدانم پیشگویی است، این که برق دائمی می شده است 2030.
اگر حاضر شما برق زده شوید بعدا من باز حرف گفتنی دارم. ای برق دائمی کو حاضر برق دائمی کو در یک اونجا تاجیکستان ограничение نیست کو شاید در شما در باشد اما دهات اینچنین نیست، دائمی نیست. شما در یگان شما دهاتان دمی نه، ما در دهات نه. آقای سلیمانی، خب مرحمت. رئیس جمهور ایمنبر ششته میگوید که 2000 همخیلی وقت برق دائمی میشود. منظورش اون است که اون جایی که سوئد خاموش میشود دائمی میشود. تو از اینجا میبروی هم خاموش شده ایستاده است. کج میکنید روز دروغ میگویم و کدام روز تو هم خیلی گپویا گپ میزنی. تا اولش مسلمان هستی مسلمان. ما هم به سوال داداشمی من تو با سوال دادم تا اولش گوی مسلمان هستی. ما مسلمان هستم الحمدلله. مسلمان هستی تو نمیدونی که در تاجیکستان در بعضی جاش اگرانچنی هست. نه نمیدونی این چیه چیزا. اگرانچنی اکوشاد این یک چیزا ساعت میدونی؟ نیست تو این چیزا میدونی؟ نه سوید دائمی سوید نمیمرد سرت تاجیکستان دائمی در همه جا دائمی همی. با گفتی تو در همه جا منطقه همه جا در همه جا در هر منطقه دائمی یکی یک کشاد یک ساعت دو ساعت میکشد. لعنت بر همه شمار انسانو که لعنت بر شمار انسانو که منم خیلی حقیقت منم خیلی بجا میکنیم. فهمیدی؟ لعنت دنیا لعنت الله بر شما. فهمیدی؟ ای شمار آدما تاجیکستان به همین حال رسیدگی ای. فهمیدی؟ ای بر پدرت نعلت. فهمیدی؟ صد بلد معروف من شما که بگذار حرف زنن بود. مرحمت علی گپ زنید. میکروفون نمی نکشتم ما یک دام میگم اگه پای خبیزه دوست کیم نه خاموش نکردیم. گاز میکروفون ما خاموش شد. خیلی لعنت نگود این نگود ما وای آدم به یگان گاندگی که دوست کیم نه لیکن گفر اساس می رپر ورو دا بوی آمش میگم ده ما میویه. خب همان برون تراوت که درست دیدیم چقدر فراویزی سخن دارد. خب از خوجند باستان هستند و فکرم از شیوه گفتارشان، اما حیفی نام خوجند باستان. خب برق دائمی نیست. سال 92 یا 93 بود وقتی انتخابات اولین هنوز حالا نورس بوده، اولین انتخابات وقتی که به وقوع پیوست، محله خانه که در آنجا همسایه های ما اشتراک میکنن در انتخابات به نام لینین بود. بعدا سال 2009 به نام امام اعظم گذاشتن. همان سالی که به نام ولادیمیر لینین بود اونجا یک مجلس بزرگ شد و 9 نفر در کرسی پرزیدنتی بودند به فکرم، یا چند نفری که خب خیلی بسیار بودند. عجایب بود از یک تاجیکستانی کوچک اینقدر نامزد بسیاری بود. و یک نفر همانجا برآمد کرده گفت که اگر بر همین امام علی رحمانов آواز دهید در دوام 1 سال برق دائمی میشد، من وعده میدهم. و دیگران باور کردند. همینجا یک نفر معلم که از تبار ما بود برآمد گفت من که خود در همین ساحه تحصیل کرده، همین ساحه تکنیکی هستم، امکان ندارد که در 1 سال از همین حالت کمبودی برق برآمده توانیم. اما او وعده داده بود. همین طریق 1 سال نه 28 سال طاقت کردیم. سال 29 می رود. من خدا خواهد 29 سال آغاز می شود. برق دائمی نیست. اگر در مرکز خوجند باستان زندگی میکنید یا در مرکز استراوشن یا دیگر شهر و نواحی یا در پایتخت کشور شاید دائمی باشد، اما احوال مردم دیه را هم به نظر گیرید. بهاری دراز در همان میکروب باکتریا آلوده شده تپک میکنند و زمستانی دراز از حساب همان گرم میشوند. از سری ما هم گذشته است. تمام فرزندان من زمستان در برق 15 دقیقه یا 20 دقیقه صبح دم 15-20 دقیقه بیگاهی کلان شدن. همین قدر برق بود. فقط خوراک تناول میکردیم تمام. باقی مانده همه کار در تاریکی بود. زنده باد شام بود. اپای سوی اجازت میتین؟ مرحمت حرف زنید. بخشش که
خودم از دیگه کنترل کردن نتونستم و پیشتینم خیلی سگو باور کنین ای کنترل میبرم درش نرود بهتر بود. نه اوخی پیشتی انم خیلی آدما ما به همین درجه رسیدگیم. چیزی که همه کمبودی هست کو همون رئیس جمهور در همون منبرش دیگه نمیرسونن، نمیگوین وای نمی کمبودی را نمیگوین. تاجیکستان به همین حال رسیدگیه. وای میدوند نمیدوند کوای خدا میدوند، لیکن اکثریتش بجا میکند. همین کمبودی بجا میکند اکثریت. گناه چاپلوسان است. همین چاپلوسان هم خیلی همین گناه پدانالاتو همین دنیا هم خیلی آدمو ویران کردگیه. این خیلی آدمو کو هم وای دنیاشون سوختگی هم این دنیاشون سوختگی. من این آدم حسابم نمیکنم. خیر خدا عاقبتش بخیر. لیکن بخشش برای کم ترک. نه دادر معروف اگر شاید در خانه اون کس برق دائمی هست. بله خیلی آدمو زلوکار طبیعی هست. تمام شرایطشان مهیا باشد. شاید در حقیقت درست میگویند. انا همه آدما با خون مردم زنده ان. همه خون مردم هم میخورن و زنده ان. کنن اینو کنن. خب فقط ما یک التماس داشتم دیگر در برنامه یگان حرف قبیح نرود. اگر شکایت کنند یوتیوب میبندد. نه دیگه تکرار نمیشه. خب تشکر برای در یوتیوب تماشا میکنم. اون کسی دارم میدارم. بله. خب بسیار تشکر برای ابراز اندیشه‌تان. سلامت باشین شما. خب تشکر. بر علی هم از ما چیزی نگذشت که شما تحقیر کرده باشد، حقارت کرده باشد. خب ابو مسلم، علی مسلم نوشتن. این نام عجیب شد که عربی شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. دادر گوش میکنم. افا گوش کن موضوعتون خیلی موضوع عجیب. خب خی دیگه چی بگم آخه ما مردم قشلاق انسان نیستیم. ما را سویت برای فراموش نکردن نشون میتن. تمام میگه دیدینشو تمام با میکشنش. یعنی در شما برق نیست همینطور؟ برق هست اما فقط برای فراموش نکردن یا نشون میتن. یک دو ساعت میتن تمام با میکشن. هست همون تلفن ها رو به ذریعت میگذارید تا که قوت گیرد. بله شود. ای در مدعی مسئله که برادر دعوا کردن برادر معروفه که اگر خشد مسلمان میگیره یه حق لعنتگویی نداره. هرچند که او چاپلوس باشه کسی باشه نباشه، مثال طرفداری بدبختا را بگیرن، طرفداری کافرایی که در حکومت کار میکنن بگیرن، ما حق لعنت گفتن به یک شخصیتی نداریم. خیلی دیگه چی بگم اپا جون آخه وای بلولو یو وای روی همش سیاه. آسیا کشور پادشاهی است گفته بیهوده نگفتن. در یک خبر خواندم از رسانه‌های خبری که در کره شمالی تا 27م خندیدن منع شده است. به هر حال اگر همین رو به نظر گیریم در تاجیکستان هنوز که تبسم کردن ممکن است. برق نیست میکشند به ملال خندیده میگیریم بعد باز گیران میشود. اکه یاگه پیدا پجون اگر تو مردمی تاجیک مدامی که دعوای مسلمانی میکنه عقیدهش درست نکنه انم خیلی بدبختا سری ما اومدن و ما را هم خیلی ظلم کردن نگرن. انا در این فکر من 100% کاملا جانب دارم. تا عقیده خود مردم درست نشود دیگر علاج دیگرگون کردن حالتی ما نیست. تا مردم کوشش نکند و برای آنکه عقیده مردم سالم نشود اهل عقیده را از کنار مردم دور میکنند، یا زندانی میکنند یا فشار میدهند، در خانه آرام مینشینند. اپا جون اهل عقیده در کنار مردم بود یکی علاموارش در اینجا که مردم خودش نمیخواه عقیدهش درست کنه. بازی یک شخص عادی یک به علم برای در بین مردم بگه بین برادر و بین مثال مسجد بریم یا که بین یک مسئله دینی را بچین علممون صحبت کنیم، باوری دارم در اون مسئله هیچ که نمیشینه چون که مردم نمیخواه. و یک قصه را خوندم میگه وقتی یک شیخ هرچند که
قصه صحیح است یا نیست این شک انیق نمیدانم نه که چه خیل بگم با خودش همون قصه یک دلیل داره. میگه وقتی همون شیخ در راه میرفت میگه شیطان دید، شیطان خچه به مثل یک کودک است، هم یک گروه مردم همون شیطان گرفته جانم جانم دوره. میگه این شیخ وقتی گفت که ای ابلیس تو شرم نکردی ای خدا که تو این مردم اخی خداوند انسان در بهترین جسم در بهترین شکل آفرید، تو چی وقت هم میخزی تری میکنی؟ میگه ابلیس بگفت ابلیس که مردم نیست اینها چوگا و خرچرون در روی دنیا. امی اکامی فکرش هم میبینم میگه در آخر با گفت که گفت ابلیس که بود آن مردمی که میگه شما گفتین و میگه روی خچون گرفتن رفتن. ما با اون مردمی که شما ای شیخ اگر در عقیدتون دارین اون مردم دا میگه ما کار ندارم. ای مردمی که تو میگوی این مردم نیست یا همش رنگ حیوانن. ای معلوم میشه که ما مثل یک حیوانیم. باطل هم میبینیم، ظلم هم میبینیم، عقلمون نمیگیره که امیره عقلا ای یا ا بگیم. هممون میدونیم بدبختا در حکومت شدگی خونی مردم مکیده خورده استن، نه که یک کس پرو نداره. با بیزبیش در چای خواب که بچم سوتت میکنن، خواب که بچم میکشند. جرأت مردم را گرفتن. خیلی خواب که کنیم خواب و بعد غلام میشیم. غلام که غلام میمونه که با غلام تر میشه میره. بله غلام ابن غلام است. چون که ترس الله در دل ما نیست، ترس بنده یک بدبخت در دل ما است، ترس الله نه. بله درست میگوید، من به این فکر کاملا جانب دارم. و میدونید یک بزرگوار گفته نمیدونم اما همین حرف در خاطرم هست که فرشته ها که نفس ندارند و چی عقل دارند. بله. حیوانات عقل ندارند و نفس دارند. انسان عقل داد و نفس داد. و انسان هر دویش را دارد. انسان هر دویش را اگر جانب عقل بیشتر مایل کند او به فرشته نزدیک است و جانب نفس بیشتر مایل کند بر حیوان نزدیک است. ترس هم از حیوان است. این حیوان است که میترسد رام میکنه، میترسد بالایش سوار میشوی، میترسد زده از خانه میرانه، استفاده میبره. این حیوان است. انسان نباید حیوانوار استفاده شود، حراست. همینطور؟ بله پاجون، با می مردمی توجیه از اون جلو اول با خودم گفتنیم، کسانی که گوش میکنین، کسانی که ویدیو تماشا میکنین، عقیده را در روی اسلام درست کنین. اول خواهین که حق طلب کنین، اول خودمون اصلاح کنین. چون که او بدبختا در تاجیکستان ما دیسکاتک کردن برای بیزنس خودشون. دیسکاتک که میره و ما میریم، یعنی ما به عقلا میریم. هیچ مال امو بدبخت خودش نمیاد در دیسکاتکش اشتراک کنه، یعنی ما به عقلا ما گمراه ها میریم. اینجا عیب خودی ما، کمبودی در ما. بله این حرف هم درست است. در راهبریت نه، در خودی ما هم کمبوده خیلی بسیار است. و یک جهت دیگر، یک پهلوی دیگر موضوع این که وقتی در باب عقیده حرف میزنید مردم میگویند خودشان که شدند که بر ما درس دهند. مردم امروز یگان کمبودی کوچکترینه که در اهل عقیده میبینند به کمبودی فقط خداوند است. آن همون کمبودیش رو میگویند، علم وی را دیگر تقوای و پرهیزگاریش را نه، یگان عیب کوچکی او را میبینند و همان رو بر رو میکشند. و یک عالم بزرگ آلمانی اینشتین گفته است که وقتی که با انگشت اشارتی بر ماه اشاره میکنی بر کسی نشان میدهی، تنها احمق است که انگشتت را نگاه میکند. آدم با عقل ماه را مینگرد. کسی تو را جانب عقیده سالم رهبردی میکند باید جانب عقیده روی، آنچه گفته ساده است بر وی عمل کنه، کرده هایش خدا جواب میدهد. انا این چیز را ما درک نمیکنیم. بعد دیگر فکر کرد، تفکرمان دیگر فهم شده رفته است. اپا جون انسان بگنو نمیشوه. درست است.
انسان گناه میکنه، نه که حرکت کن در کار گناه را کمتر کن در کار. ما ای ظلم گپ میزنیم، ای عذاب گپ میزنیم، نه که در جیبکمون در یک خلطه نوسه یا که یک پچکه سیگاریت. ما خودمون ظلم در عقل جسم خمون کردیم. کنش نوا میبینن و بدبخت ها که میبینن که ما در جان خمون رحم نمیکنیم و یک جا ما در رحم میکنن. بله درست میگه. با این سخنتان من جانبدار هستم. خب دادر مسلم، اینجا 3 نفر دیگر در نوبت بودن، قبول کنیم بعدا اگر حبس شدن باز مایل شپا جون الان نگهبان باشه ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. محتوا که برنامه را باز هم نور بخشیدید. معروف رو قبول کرده بودیم. نوبتی دیگری. مرحمت. سلام علیکم. و علیکم سلام. گوش میکنم شما را. خواهر عزیز برنامه خوب پیشنهاد مردم کرده اید. از رفت برنامه اولین سخن از رفت برنامه که غریب سال. بله. غریب سال مهاجرات در نظر داشته شده. اینها غریبانی هستند که گردش درون داخلی جمهوری تاجیکستان بر دوش آنهاست. درست. اگر مردم غریب در مهاجرت داخلی بازار تاجیکستان نچرخاند، من فکر میکنم که در تاجیکستان ممکن است که الکی جنگ سر شود. درست. یکم. دومین چیزی که گفته درباره سوئد، اگر ما سال 2030 استقلالیت انرژتیکی را به دست آوریم، تا سال 2030 در تاجیکستان الکی چند گس کار کرده است. فروش برق به ریسپوبلیکای همسایه ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان تا پاکستان رفساد است. این مبلغا رو چیکار میکنند؟ اینها از خدا نمیترسند یا مردنی نیستند اینها؟ این دوم. یک فکری دیگه میگویم، باید کسانی که حاضر اگر در من میدونم که این صحبت مخالفین همه کارگرای حکومت گوش میکنند. بله. برای شما کارگرای حکومت یک خواهش دارم. من در فدراسیون روسیه میگردم. فدراسیون روسیه قرار برود که کسی که افیسیال اگر کار کرده باشد، تخصصی نقض داشته باشد، از آن جمله انجینیر، ساختمانچی، متخصص باشد، اگر ما وی شهروندی رسمی میدیم. در همین مدت 6-7 ماه در همین ولایتی که من میگردم زیاده از 200 نفر شهروندی رسی را گرفتند با تخصص های عالی، ساختمانچی، برقچی. این حکومت تاجیکستان فکر نمی کند که همه متخصصان رفته آینده تاجیکستان به دست کی میمونه؟ وقتی که مغز ملت دیگر فرار میکند دیگر کشور. خب حاضر کی میماند در تاجیکستان؟ حاضر من اگر شخصا خودم اگر با یک تخصصی اگر من شهروندی رسی به دست آورم، من حتما زنم، کودکانم، پدر و مادرم من میبیارم از پشت من که شخصا شهروندی به دست گیرم، عائله من از پس من میگیرد. این همه میداند این چیز. پدر و مادر من از پس من میگیرد. اگر در پدر و مادر من 10 دیگه فرزند باشد، 10 دیگه برادر من از پس پدر و مادرم میگیرد. الکی هم تو فکر کنید که 10-12 عائله ما میتونیم که بعد از یک نفر ما شهروندی قبول کردن، ما شهروندی رسی را قبول کنیم. و همین روند ادامه دارد 28 سال باز. نصف زیادی تاجیکستان حتی کارمندان مقامات شهروند روسیه هستند. خیلی هاشون. این روند کم بود. بعد از
انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان آخرین انتخابات این روند رو به ترقی نهاد. بله تیز شد. یک ترقیات شد. باز شهروندی رو قبول کرد بعد یک شهروندی رو میگیرند کار میبرند افیسیال افورمنت میکنند کردیت قطی خانهش میتید ایپاتیکش میتید ماشین میخرد وای میکند زندگیش خوب میشه بله. دیگه یادی وطن نمیکند فرزندارش بعد مبلغ کلان میدهد. همین و بعد آینده ملت ما به دست کی میمونه؟ بله کشور ما سرزمین ما وطنی ما در دستی که میماند. شاید باز تقسیم گردن نیمه دیگر رو هم بر چین میفروشد یا بر کشور دیگر. اینها همین گردوپوری اینها اساسا چین است. بیان میسازن میخورن میگیرن میروند. ما میبیایم میسازیم میگیریم از ما میگیرن. بله درست. ما میگیریم از ما گشت کشیده میگیرن. من در یک ساختمان تاجیکستان کار میکردم در ساختمانی که او تحت نظارت خیتایی ها بود. کار میکنه و در سرش کسکی سفید میموند کرتی سفید میپوشد گلستوکی سیاه میگیرد. در بهار خرم تاجیکستان گریبان کرتی همون خیتایی چنگ نمیگیرد. پس کار نمیکند. وای میگرفت 5,500-6,000 سومانی. با در وای خورد و خوراکش آورده میدادن جای خوابش بی پول بود. ما تا شب میکندیم میزدیم میکوفتیم کار میکردیم 700 سومانی میگرفتیم در ماه. در وطن خودمان. در وطن خودمون. افسوس. تا گفتنی ها بسیار درد دل مهاجر ادای ندارد. درد دل مهاجر این پولش میفرستاند کشیده میگیرند سیویتش نمیتیند از پدر و مادرش دور اینهاش هیچ وای ندارد. درد دل مهاجر همینش گنده ترینش همین شد که اگر دهان کشاده یک گپ زنند استاتیه 307 اکستریمیست معنای تروریست معنای اکستریمیست من باورگی دارم که یگان ممکن از همین 100% کارگری حکومت 10%ش پر ندارم. مثلا من نمیدونم. من فقط من خودم نمیدونم. اکستریمیسم. من خودم نمیدونم. بله تروریستش کی؟ دانش هم نیست دانستنین. تروریستش کی؟ اکستریمیستش کی؟ تروریست فقط بریش میکند. تروریست زنک تروریست شود فقط حجاب خطی میکند. پلافکش میپوشد فوتبالکش میپوشد میرد یک جور بمبید میکند میترکند میبرد برافت. مردک باشد تروریست باشد ریش و تاقیچی سفیدش نیست. ریشش میگیرد روش رنگ روی گل میکند رنگ روی زنکان میکند و یک بطولکی پیور در دستش میگیرد ای الکش برافت سوداز میکند میرد بجور ویرون میکند. اینها از حساب زنهایی که حجاب از سر زنان میگیرند اینها تروریست نمیکنند. ریش بنده های خدا رو میتراشند اینها از ویاها هم تروریست نمیکنند. اینها حقوق خدا حقوق الله پامال میکنند. پایمال کردن حقوق اسلام است. وقتی زیادتون نگیرم هزاران بخشش برای کار میخواهم برنامه های جالب. خب بسیار تشکر. هرچی گفتید درست بود. این هم یک نمود سیاسترانه است در سر حکومت نشستن و یک نمود سیاست که با یگان چیز چیز مردم را بند کرده میمانند و همین خیلی در بالا برای خودشان فایده های بزرگی را به دست میارند. مردم بند باشند با همان یگان مسئله با خوابهای آموخته باشند. خب یک سخن دیگه گم شما اگر حاضر همه فهمند که من کیم برآمدم من همین سایم سید وقتی همین حسرت کردم چی گم یک خواهر گفتم یک مادر گفتم یک اپا گفتم برآمدم گفتم که همین مهاجرا همین عذاب دارن من تروریست حساب میشم. چی به سایم سید و
یک مهاجر در یک شهر مهاجری همین یوتیوب کشود برآمد در دل مهاجر میپرسد. حکومتدارا منیتورهای کلانترین در اداره هاشون زدگی نمیتون براندو گون که نه تو برامدو مخالف دولت خیلی گپ نزن، بیا درد دلت ما بگو، ما به درد دل تو رسیدگی میکنه. من باورگی دارم همان وقتی که اگر حکومتی ها براندو منیتور مانند گون که ما قطعی شمایم گود، یگان انسان قطعی مخالفین گپ نمیزند، همه حسرتش میگود. پیرامای به پسره نگفتی روسا که میگود و دردش میشونه. اگر حکومت مردم را سبک کند، دستگیری مردم باشد، مردم آن جانب می رود. مردم که اینقدر ساده است، بیخوبار است، دل صاف دارد، همان جانب می رود. بله، شخصا خواهر جان، شخصا همین تاجیکستان برای شما شرایط آزاد باشد، شما رو چی مجبور میکند که برای در افیر شینید قطعی مردم همین بحث کنید؟ میرید کاری زندگیتون در تاجیکستان میبینید میگردید. یا حسین اشورف اگر در تاجیکستان کله که در حسین اشورف هست در حکومت نیست. اگر حسین اشورف در تاجیکستان شرایطش باشد، یک کارخانه میکشد 20 کس میبرد و میگود کار کن، همه قایلیک میگیریم، میخورد میگردد. یا محدین کبیری یا یگان وی دیگرش، همش مردمی با سواد از تاجیکستان گریختگی فرار کردگی. بله، بین مخالفان نفرانی هستند که ده ها کرد سواد و ملکه کردانیشان، کارفهمیشان بیشتر است. بله، اینجا تنظیمگری آواز ما میگویند که نوبت خیلی بسیار شد، دیگرها را هم قبول کنیم. بخشش نه باکنه فرصتی برای برنامه جدا شده محدود است، دیگرها اعتراض کرده ایستادن. بخشش برای کن از شما که حرفا پر محتوا بودند، جان داشتند، بیهوده نبود یگان حرف. خب با نوبت قبول میکنیم نفری دیگر را. مرحمت. زنگ میزنند طریق واتساپ یا وایبر قبول کرده ایستاده. بله، گوشی تلفن. السلام علیکم. السلام علیکم، مرا میشنوید؟ بله میشنوید. اجازت میکنید که من گپ زنم؟ البته اجازت بر شما. همین قدر که چهار هم قجاره گفتم، یگان جا برای اینولیتو گپ نمیزنم. خب خودم که اینولید هستم، میخوام ما گپ زنم. برای من فرق نداره، مو اینولیدیم، مو از همه یاردم میپرسیم، هم خیلی هست. برای ما فرقش نیست. من ممکن که ما قطعی شما هم برامدن گپ زدگی بعد که میسیم بود، من قطعی همه گپ میزنم، یاری میپرسم. همون حکومت دارانی که شما در همه جا همه پرداچهای شما را گوش میکنن، من هم خیلی سپیسیال هم خیلی میبرم برای همینا گپ میزنم که میگن که ملا شدن آسانه و آدم شدن مشکله. این یک تاش من اینولید، من دیگراش کار ندارم. من اینولید از پشت خونه ما، از پشت ایموشیست و من اینولید که من فرزندی دگانی که اینولید دارم، ایموشیست و من دوزیده، فرزندانی من تجاوز کرده، تاجیکستان آباد کردگیم. من یک پرده چه در گپ زدم، من پیش میگم من در فرقش نیست. حکومت باید، من از روز دوشنبه سه‌شنبه نصیب کردگی عریضه ها را می نویسونم، همه جا را پر میکنم که گوش کنن. باز عریضه های من 8 سال عریضه می نویسونم. مادر که یک عمر خلق عمر دوباره بخشیدگی در بالینسا انستیزیست که کار کردگی، این کار شوخی بازی نیست. اپراسیونی میسته کار کردگی خونه ما رو پروی ریسپوبلیکانسکی پروکراتورا بود. خونه را ما در $32,000 مادر من با من اینوالید خواست که فروش ایو برای برآمدن قیم بود که شبانه کار کردگی. من از سن 12 سالگیم راه گشتگیم، من در پاه ماندگیم، من استخوان‌های پام درد میکنم. خونه را فروخت، از پایان خونه خره شرکت ساختمان جدی ممی سمت 2012 شده که برنامه خلف انور بیتی جانوش در زرافشان 2 اولیسای نصرت الله مقسم 10 بلاک 11-12 با این قصرانه آفیس شدن که این مشغول خانه اینولیدها، اینوش اسرای اینولیدها، مادرانی که فرزند اینولید دارن
ҳамахел иёра имушесашно дуздӣ карда ба статьяҳои террористи экстремистӣ монда аз тоҷикистон нест мекунанд, метарсонанд. Якташ ман инвалидам, то имушесаи мана дуздиди, кӯдакои мана таҷовуз карди, шумо гунаҳгоред, ман ҳақорат мекунам. Ин статья террористи экстремистӣ баро власти Тоҷикистон ҷавоб диҳад. Мана власти Россия проверка кард, қапидид, мана сарма дастмол карданд, пул додан, хӯрока додан, рӯған додан, хлеб додан. Позор шумо власти Тоҷикистон. Наход ки тои имушесаи мана будузӣ, имрӯз мегӯянд ки мо инвалидҳоро ёрдам мекунем, мо инвалидҳоро ами як ду кӯдаки ҳамон сағира кӯдакои ма дар ётимхона калон шуданд тугоникои ма. Да конфете ки посрочной кирминира ту меёри дару кӯдак мети. Ту як бозича игрушкае ки дар китайская кӯдакода аллергия мекунад. Мумкин нест. Россия ҳама иёра ҷамъ карда сӯзондеса. Ту иёра кӯдакоро мебарен метиҳем. Ҳамина ёрдами шумо. Ина ман худам инвалид. Кани 8 сол шуд. Кӯдакои ман зарар дидам. Биёр имушесаи мана ай дасти мақомотҳои орган мана номошона мегирам, марҳамат, равем проверка кунем. Ман инаку уже 8 сола ман мубориза бурдам, ариза нависидам, ай зораву ай мери ким чизора монда шудагӣ. Ман маҷбур шудам ки анами корда равам ки ман дар ҳама ҷо зора кунам, талаб кунам ки аз дасти мақомотҳои орган. Роҳбари полисияи ноҳияи Шохмансур, номша намедонам. Прокурор Амон Эшонқулов ки дар республиканский прокуратура кор мекунад. Прокурор Исматов Ҷурабек, ҳамин хел мошенник, жулик, террористай. Вақте ки дар ҳамин холф Анварбек ҷонаши дар милисахона супурдем, гуфтам ай Исматов Ҷурабек, ман инвалидам, фарзандои ман дугонӣ кан гириста хувам, кӯдак майдан дар ятимхонаам. Модари ман як умр халқ калон кардаги барои ман 16 этаж хлеб нон борда наметавонам, пистолет бозӣ кард. Барои чи ин аз статьяи террористи экстремистӣ намондем ки инвалид барои шумо гуфта истодай. Дар прокуратура кор мекунад Исматов Ҷурабек. Муфаттишра телефон кардам, ба як азоби ёфтам. Апаҷон гуфт гирья кард. Меки ҳақиқатан дар марда гирья кард. Раҳмати Фарход прокуророра биқаб. Ман фаҳмидам гуфт дарди шуморо. Ман фаҳмидам гуфт ман як хато кардагим. Гуфт ман ҳамин хатом да ҷавоб метам ки анани Исматов Ҷурабек асосан Исматов Ҷурабек гунаҳгорай. Абдулҳаким Шафиев ки ман аз шабақаҳои интернетӣ адвокат мегирам. Дутаи ҳардуш якташ гуфт ки ман фақат бепул аз барои савоб мекунам ки ман то ҳамин аризаҳои ту, видеоҳои ту дар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба духтари президенти Тоҷикистон ман равон мекунам. Худам ба даста бурда метиҳам. Адвокати Абдулҳаким Шафиев ки дар Синои як кор мекунад, худозадае ки адвокатои мана тарсонда гирифта, папка гирифта мекард. Конечно, гуноҳ дорем. Мо аз рӯи ки ҳамон хонае ки дар 16 метр дар ҳамонҷо ман прописка ҳастам, ай рӯи пропискаи ман фотошоп карда сурати ман дар пеши Синои як мондагиам. Изҳор накашидед шумо? Изҳор накашид? Шумо шарм надоштем ки имушесаи моро дуздида. Ака мехостанд гуфте ки адвокатҳо гуфте ки вақте ки Россия мара дид, ино хостанд ки мани инвалида қапида баранд дар турма, мара бикшану ин мақомотҳои орган гуноҳшона бубахшанд. Ай бололоя ӯ кие? Ой боло мегӯяд ки ман ира ёрдам кардам, ина ёрдам кардам, ин инвалида ёрдам кардам. Охи ина ман зинда, ман 18 сола набошам, ман 19 сола набошам. Ман 58 солаям, 58 сола занаке ки фарзанди инвалид дугоникои мана шумо таҷовуз кардем. Кампире ки 78 грамма дар қади кӯча пахштем, шумо изо накашидем. Ина ёрдами шумо ҳамие ки имушесаи мани инвалида дуздидем. Ман 8 сола дар қади кӯча дар Россия одамо ду по доранд, мардакан дар Россия дар дигар ҷоҳо кор карда натонистем. Мурдаҳошона бурда истодиам. Ман кемболи инвалид ай куҷо? Ман бехонаву бедарам. Ман то турси ки танама кашида гирифтагири мани инвалида, ман ина доказат карда дода истодиам. То турси ки танама кашида гирифтагиам. 1000 бор ҳукумат телефон карда истодам. 1000 бор парлумонош телефон карда истодам. ҳои акам, ман инвалидам, бия мара ёрдам кун. Охи ман аз шумо нон талаб накунам, ман аз шумо хлеб талаб накунам.
мара имущество ма гирифта битин ма шуморо хай бигум ки ҳа шумо ин ҳа одами шумо кор мекунед шумо ранги монанди террористу экстремисту шумои ки мара метарсам ман ҳеҷ кам наметарсам ман инвалид мина мара воласти россия аҷи ёрдамам кард ҳазор бор ҳама як шумо шарм ҳаё дар шумо ҳастен ё нестен офарини мо ягон кас нест ки барои инвалидҳо гап занам инвалидҳоро ино дар тоҷикистон инвалид ҳама қадар бисёр буд кани инора имуществошуно дуздӣ карда инора бурда террористи экстремист гуфта турма карда партофта истодиям ҳамхел ҳаст анакун ҳозир ман боз такрор мекунам ҳозир бо ариза менависам бо тамошо мекунем чӣ кор мекунам нафаҳмидам زندگی نمیکنید همین خیر در روسیه زندگی میکنید бале ман дар русия зиндагӣ мекунам раҳмати калон ки ман дар урусҳо ёрдам кардесам ман занакҳои тоҷика ягонтиша намедонам ман фақат рӯзам дар больница ҳаст мерам мебиём ман чиз дорам ман як ходумгӣ дорам ҳамун ходумгии худам қади сарсону саргардонам ина ба тиёқ ба ходумгира статьяи террористӣ экстремистӣ мондагиам ки как бутар мара метарсонану ман метарсам ман куҷо тарсам ки ман як тиёқ қадиам алакин имрӯз фардо ман насиб бошад ман блогерода ҳозир гуфтагӣ ҳастам ки ман дар бораи ман гап занам ман документҳои мара нишон тияно ман роҳ мегардам роҳгардии мара нишон тияно анаки халда ман магарем ки аз дигар давлатҳо ёрдам пурсам ки мана ёрдам кунам барое ки дар тоҷикистон мақомотҳои орган дуппоҳо ҳозир нападения кардам якпоҳода имуществои инвалидҳоро дуздида фарзандони инвалидҳоро таҷовуз карда модароне ки фарзанди инвалид доранд нападения карда дар қади кӯча статьяҳои террористӣ экстремистӣ зада аз тоҷикистон сур карда истодиам ана ба международни рост дода анаихе коро карда бурда қапонда кушта статьяҳои худшона вай карда истодиам террорист бошад марҳамат ина исмату ҷуръатека бикун ки шуморо шарманда кард нафаҳмидам من باور دارم میدانید برای چیه به شما چون که همین در کشوری که ما زندگی میکنیم خیلی گریزه های تاجیک بسیار هستند و اکثر اینها صاحب کار بودن موفق بودن منزل هایشان را کشیده گرفتند و بر خودشان پرونده جنایی با ماده 307 یعنی اکستریمیست اینها هم صرفا نمی روند که اکستریمیسم چیست اینها هم پرونده دارند اینجا آمدند дар тоҷикистон ин модда шидагӣ буда статьяи террористӣ экстремистӣ ин террористӣ экстремистӣ худошонанд ина мақомотҳои орган инвалида имуществоша дузиди тоҷикистона обод кардем гулгул зура аз имуществои мо инвалидҳо шумо тоҷикистона обод кардем бо буамони имуществомона медузем дар қади кӯча мемонем мани инвалида худ даже турсе ки даридагӣ танама кашида мондагиам ма пӯшокҳои ҳаминҳоро пӯшида гаштаам بله خواهر من این کارو کرده ایستادم رحمت کلام 307 یگان خفم ندارد این چون به حکم عنعنه درآمد بگذار همه داشته باشند خیلی که لباس با مد برآمده را همه میپوشند بسیار تشکر میگویم چون درد دل شما را شنیده خیلی ها هم درد شما هم هستند و شنیدند که احوال کشور چگونه است خصوص چاپلوسان اگر شنوند که دانند باور کنند که یک خانه زن معیوب را هم گرفتند بله دخترای من دوگانیکای من تجاوز کردگیم که دختره در یک سال 3 بار نیکو کردگی بیسته میگه سرفرای زندگی اینا نمیروند اینا کسل داونن کسل پسیفیکسکن باز در بالای این начальники уголовный розыск Касиров Қиёмиддин من که نامشون گرفته ایستادیم که در начальники ҳозир пенсия баромадагиам зани буғузша бовар мекунед зани буғузша ина ман ҳар як чизша номошон қати адресошон қати ҷоғошон қати гап зада истодиам зани буғузша ба падари дугоникои ма қати гусалаш падари дугоникои мара додагиам ки имуществои кӯдакои мана ҳаққи кӯдакои мана ин зана қати ин марда дуздӣ карда хӯрдагиам дар болои ин ина ҳамин тоҷикистон пешравие شما شرم نداشتین این زنک وقتی که بردی نگفتی که کودکا در یتیمخانه زنده یتیم کردگیم کودکا را در یتیمخانه که کودکای من دوگانیکم بود یا یتیمخانه رفتگی بودم خبرگیری میرفتم پول رویی میکردم میطلبیدم که دوگانیکای من در یتیمخانه گفتم ولی میبرون نصیب کردگی اروسو خودشون همین کسانی که من لچینیا کردن قتیما کردگیم امروز فقط از یک سه چهار بلاگر رو میبیام سمیام کم میکنن همه درباره من
کتاب شده شدم من حوز کتابی حیات زندگی من همش شدگی چکار کردگی همش قول دوی توچکا با توچکا نویسنده شدم که چخیل در تاجیکستان شرکت های ساختمانی شده به نام خلف انور بیگ جانویچ چخیل ایمو شیستای ما اینوالیدها را فرزندان ما را تجاوز کردن همش من نویسنده که حوز میگرن امروز پگاه کم یک هفته در میبرد من این خیلی کارا کردگیم اینا بله یک فیلم ریالی واقعی است. خب خواهر جان با شما صحبت کردن خوب است اما در نوبت ببینید چقدر نفران انتظار هستند اینها را هم قبول کنیم چون حقوقشان پایمال نشده. مالش خب رحمت کلان رحمتی که من را قبول کردیم من باز این کارا کردم با ویدیوها را کردم با طرف تاجیکستان روان میکنم با شما دم میبرم که من از همه طرف من از تاجیکستان دلم خنک شد درست من دیگر باوری 8 سال شد من مگر از دیگر دولت ها از روس ها از دیگر دولت ها یاری پرسم که من این که در تاجیکستان همین فکر کردن که من در خانه یگون چی یاردم تیان کودکای من یاردم تیان رحمت کلان خواهر جان بسیار تشکر بر شما هم. تشکر که با برنامه ما هستید. خب نوبت زنگ به فکرم تلفن بله گوش میکنم. السلام علیکم. از چی باشد که پیوستن دشوارتر شده ایستاده است با تلفن؟ نمیشنویم باز. اگر نیست باز برمیگردیم بر افیر برنامه با حرفی از طرف من خیلی کوچک نشان میدهد با حرف فای انگلیسی مرحمت گوش میکنیم. Алло. بله گوش میکنم شما رو داده. السلام علیکم. Добрый вечер. Я приветствую вашу студию и вас, Соима Саидова. Я первый раз у вас участвую в эфире. Да, я участвовал и на поеме, и везде. Мне очень жаль нашу уважаемую, которая до меня выступилась. На сегодняшний день вы не представляете, насколько этот режим копирует даже фашистскую Германию, которые в 40-е, в 30-е годы пришли ко власти. Они точно так же копируют даже те вышки, микрофоны, которые на улице говорят, да. Только вас тут как-то нехорошо слышно. Алло. Звонко. Вы меня слышите? Слышим, но как-то непонятно слышим. Теперь меня слышно? Ага, может быть, выключите свой YouTube, выключите. Мой YouTube выключен. Меня слышно, да? Да, слушаем вас. Да, на сегодняшний день... Да, разговаривать? Или вы сами русский? На родном языке, на таджикском. У нас большинство слушателей таджики, поэтому я бы хотела, им тоже было понятнее то, что вы говорите. Да, я очень прекрасно это понимаю. Просто русский язык это для меня это очень примитивный родной язык считается. А так я являюсь таджиком. Да, мне удобно на русском языке выступиться. Поэтому что я хотел вкратце сказать, я не буду задерживать ваших слушателей, вашу студию. Почему? Потому что я просто буду обращаться к этому режиму, террористическому, фашистическому режиму, который даже это просто позорище, это низость. Они даже плохо копируют фашистов и идеологию Геббеля. Это просто те люди, которые сейчас выступают, защищая этот режим фашистический, да. В 1942 году американская телеведущая также выступала, защищая фашистический режим. Ее звали, ее прозвище было «Берлинская сучка». Я извиняюсь за выражение, это просто ее прозвище. И таких людей, которые на сегодняшний день защищают этот режим,
нужно называть такими именами. Понимаете? Это во-первых. Во-вторых, ребятки, которые работаете в режиме, на этом фашистическом, террористическом, вы сами террористы, фашисты. Вы плохо копируете, вы до такой степени безграмотные, что вы не понимаете, фашисты хотя бы что-то делали для своего народа. А на сегодняшний день вы за 30 лет не смогли даже вот этой бедной женщине помочь, а вы наоборот ее обокрали. Вы позорники. 12 дней назад они дали отпор или ответ оппозиционерам. У них программа «Нейруй Конун». Это что это? Какой «Нейруй Конун»? Вы назвали свой эфир и фильм террористический ваш «Нейруй Конун». О каком конуне может речь идти? Сила закона. И дословно Да. перевод, и смысленно тоже. Сила закона. Нейруй Да, Конун. я вот поэтому задаюсь вопрос, о каком кануне вы можете говорить? Да вы же террористы сами. Вы разрушили эту конституцию. Вы плевать решили на эту конституцию. Вы убили молодого человека, героя нации Гульбиддина. На сегодняшний день вы его обвиняете в терроризме. Да, я тоже считаю героем его. Конечно, он герой нашей нации. Да, Для да. него нужно присуждать премии. Понимаете? Я просто обращаюсь к гражданским активистам. Люди, которые как Гульрухсор Сафиева, или гражданские активисты, как Пир Мухаммад Зода. Я полностью не помню эти имена, но я к ним обращаюсь. Уважаемая элита, если вас можно так назвать, я не призываю вас присоединяться к оппозиционерам или к правящему режиму террористическому. Но я вас призываю к тому, чтобы вы как-то выступали и как-то говорили и свое мнение, делились, чтобы не молчали, сидели в других городах, где вам удобно живется. На сегодняшний день наша элита, она умерла. Элиты таковой не существует уже. Вы всех убили. Те люди, которые хотя бы остались как гражданские активисты, пожалуйста, будьте очень-очень активными. Выступайте, поднимайте самые важнейшие общие нам, народу, вопросы, проблемы. Где-то когда-то какая-то была книга такая по имени «Живые мертвецы». Это не фильм ужасов, это была реальная какая-то история, но вот логически совпадает то, что вы говорите, нашу элиту вы убили. Вот. Это и в прямом смысле так, что элита уже убитая. Те, которые живут, там не живут, просто так существуют. Существует Это душа, не элита. они, понимают они, но те понимающие, когда не могут что-то делать, они даже не хотят делать что-нибудь ради своего будущего. Они живые, для меня они не живые уже. Мои родные, они тоже понимают, но ничего не хотят делать, боятся. Я просто призываю именно вот этих людей, которые более-менее активны. И они всегда берут нейтральную часть этого общества. Не призываем вас быть оппозиционерами или на стороне оппозиции. Хотя бы будьте активными, пожалуйста. Потому что на сегодняшний день этот бедный, необразованный, на сегодняшний день, я извиняюсь,
Он реально не образован, этот народ. На сегодняшний день этот бедный, необразованный народ в вас нуждается. Как она нуждалась в 24 году в Садриддине Айни и в других героев этого народа. На сегодняшний день пришло время, чтобы вы себя показали. Будьте здоровы, до свидания. Да, очень благодарна. Трогательные слова. من امیدوارم که دیگران هم فهمیدن، درک کردن. تاجیکی حرف زنم بهتر است تا که فهماتر باشد. زبان روسی ساده تر است، گفتارش آسان تر است، برای همین هم تیز آموخته می شود و حرفی در دل بوده را تیز گفته می شود. زبان ما را از چی باشد که همین من حرف میزنم بسیارها میگویند تاجیکی گپ زنید در برنامه‌تان. من تاجیکی ترین فارسی حرف میزنم، تاجیکی ترین است. ما در کوچه هم همین خیر حرف میزنیم، در خانه هم همین حرف میزنیم. فقط ما را آنقدر آمیخته، زبانمان را آنقدر آمیخته کردند که ما تاجیکی نام خودمون را نمیفهمیدگی شدیم. از اینجاست که زبانی آسان‌تر زبانی روسی را انتخاب کردیم. درست نرم است، گفتارش آسان است، درکش هم آسان است. باور دارم فهمیدند این جنابه که این حال نفری که دادره که برآمد کردند آن کس را فهمیدند همگان. خب بیایید موضوع را فیلولوژی نمیکنم. شریف جان شما را گوش میکنیم. نوبتی مرحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. گوش میکنم دادر. آقای سایما خوب هستید؟ سلامتون است؟ بسیار تشکر. شکر خداوند. طول نیم ساعت میشویم در برنامه اشتراک میکنم. راستی بسیار موضوع ها صحبت در اینجا گفته شنیدند. بسیار حالتهایی که راستی گپ آدم به از همه جا تاثیر میکند، هم روحانی هم بسیار معماهایی که راستی گپ از یک جهت گیریم دو روز گیم خطا نمیکنیم. بله درست. خیلی علم‌آور است. راستی بسیار یک موضوعی که درد مردم راستی که بسیار مردم میبرند وابسته همه هر یک از وابسته مشکلات خودش یا که یک حالتی که وابسته در همون با شدگی گفته گذاشتن، همین آدم فکر میکند و تا کدام اندازه تا کدام درجه تاثیرات اون به هر یک ما است. در بعضی حالات آدم فکرش هم نمیاد که چوه همه خیلی حالت میشود. بله. راه گشایش مشکل در کجا باشد؟ سبب پیدایش مشکلی در کجا باشد؟ برای تبابت کردن بیماری باید سببش را پیدا کرد. تا سبب بیماری چه پیدا شده است؟ درست است. چه باید ما توبت کنیم؟ با کدام راه ها؟ با کدام اصول؟ بله برای سبب باید معین شود. بله برای اون هر یک مشکلاتی که از گفته شد باید ما راهی حل این رو یافته باید گویه که این سبب پیدا شوی این مشکل در چی است و برای چی این مشکل رو کنیم. یک مادری که برآمدن وابسته همون خودشون گفتند که فرزندی و دارند معیوب دارند. بله امکاناتش محدود دارند، معیوب دارند. در حقیقت اویلاهایی که چنین فرزندان دارند با آنها مشکل است، چون باید نزد فرزندان یک نفری باید ایستاد که وی رو نگاه و بین کند. در بسیار اویلاهایی هستند که آنها رفته برای رزق روزی خودشان کار میکنند و یک نفری نیست که در نزد فرزندان ایستند. باید آنها رو دستگیری کرد همه جهته، چون که آنها خود رو تنها حس نکنند. بله با امید به زندگی بر دنیا آمدند. حیات شیرین است، جانشان شیرین. بله. در تاجیکستان برنامه می بردم. برنامه من شو و برنامه ها بود از قبل برنامه های شوق‌انگیز که از ویکتورینه ها، برنامه دانش سنج مثلا سوال و جواب، برنامه های وابسته بر علم بود، فرهنگ بود.
و در همین قطار مخالفین هم خواستم یک برنامه دیگرگونه باشد که وابسته بر علم و فرهنگ و سوال و جواب های عجیب و برای بالیده کردن روح انسانیت، کمی برداشتن روح آنها در مهاجرت. اما من خواستم مردم را به سمت خودم دعوت کنم. مردم مرا به درد و علم های خودشان پیچانیده گرفتند. معلوم که اکثر شنونده ها اهل درد هستند، همگی در هجرت هستند، غریبان هستند، وجودشان پر علم است. چگونه من میتوانم به این گونه مردم گویم که بو علی سینا کدام سال به دنیا آمد و در چند سالگیش مثلا کتاب القانونش را نوشت و با این مردم فقط همدردش میشوید، همرازش میشوید، دلبردارش میشوید. با اینها یک ویکتورین گذراندن دشوار است در حقیقت. یگان سوالی متماتیکی فیزیکی دادن دشوار است. وابسته بله به سمت خودشون باید حرف زد. باید وابسته همون مشکلات آنها، باید معماهایی که آنها میگن، ما باید برای اونی که آنها خودشون در غرقه همون مشکلات نشوند، باید آنها رو ما باید دستگیری کنیم. بله، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باشه. این جماعت باید بود. بله، در بسیار موارد تو اکنون که ما که میگیم که اقتصادی که بعضی حالا به دستگیری کردن نمیتوانیم، اقلا در سمت مفکوره اونها تاثیر کنیم که اونها رو افتاده، دل افتاده نشوند. بله، در شبکه‌های تلویزیونی خود وطنی که حرف زدن نمی شود، میدان نیست برای حرف زدنشون. در یک نزد رئیس جمهور برآمد کردن، چندین بار از نظر کمیسیون میگذارند، باز هم خیلی ها رو برای برآمد کردن نمیگذارند. میشنویم در شبکه ها که در فیسبوک مثلا برآمد کردن نمیگذارند در واقعی های رئیس جمهور. من این را خوب درک میکنم. خب خاموش شدن. باز یک مسئله دیگر که زمین لبای من در همینجا هستم. بله، حرف زنید من میشم. خب بله. یک دو سه برنامه اخران گوش کردم. اون جوانانی که در سن خردسالی یا که از این یا اون یگون معمای اویلوی یا که به تحصیل دیگر به خارج کشور رفتند و در اونجا تحصیل میکنن، بعد از تحصیل یا که همونجا کار و فعالیت دارن، سالهای زیاد میشود که به دولت آمدگی نیستن، به وطن خود آمدگی نیستن، یا که به یگون همون جایی که به زادگاه خود آمدگی نیستن. وابسته بسیار سمت‌های دولت، بسیار سمت‌هایی که نوابسته کدام جهت است سخنهای خود را میگویند یا که از حساب چی باشد نمیدونم، یا که محیطی که آنها کلان شدند، محیطی که آنها تحصیل کردند یا که کار فعالیت میکنند تاثیر کردگی است، از کدام حساب باشد من نمیدونم. نسبت دولت و ملت حقیقتشون دیگر است. یک مدتی معین کمر یک 4-5 سال می شود که به وطن آمدگی نیستند. فکر و عقیدهشون عموما دیگر چیز است که از حساب یا که تاثیرات محیط باشد با آنها، یا راستی من 4-5 نفری که وابسته هر موضوع گپ زدن، هر کسی راهبرشون باشد به همان سر میفرارند، یا که خود همه خودم باشد. راست که یک صدایتون کنده شده ایستاده است. یک فلسفه زیبا بود برای در فکر خب رفتن شاید که اگر که ما بگیم که بسیار خیلی دوستان داریم دیگه، صدا کنده شده ایستاده است. صدای اینترنت خوب. خب من به همین معنا گفتنی هستم. صدا به حد کنده شده ایستاده است، شنیده نمی شود تماما. معذرت میخوام، شاید حالتی تکنیکی در سر تلفن شما است یا اینترنت ضعیف است آنجا. یک فلسفه زیباست
یک حرف پرمنطق زیباست که ماهی برای که ماهی زنده باید مقابل مجرا هم شنا کند. هم سمت مجرا ماهی مرده هم رفتن میگیرد. با مجرای آب ماهی مرده هم میرود. ماهی باید مقابل مجرا هم شنا کرده تواند. اگر کشوری که اپوزیسیا ندارد، کشوری که مخالفین ندارد، هرگز پیش نمی رود. این را تاریخ گواه است و همه کشورهای ابرقدرت که تا یک زینه معین ترقیات رفتند، اینها خوب درک میکنند که کشوری که مخالفین ندارد هرگز پیش نخواهد رفت. در یک امریکای معمول که همه شما میدونید، ایالات متحده یک کشور بزرگ، مثلا چقدر حزب‌های مخالف است که با نوبت رئیس جمهور میشوند. در یک مرحله رئیس جمهوری امام علی رحمانی ما اونجا چقدر رئیس جمهور عوض شد. مثلا وقتی نو بر عرصه رئیس جمهوری آمدنی رئیس جمهوری ما در فرانسه چی نفر بود رئیس و تا امروز چند بار عوض شدند و همه اینها میدانند. مثلا میخوام همه این رئیس جمهوری کشورهای مترقی میدانند که حال تاجیکستان چگونه است، اما روی آدم که گرم است هنگام گفت و شنیدها و خوری ها روبرو ایستادن گفتن دشوارتر است، نمیگویند هرگز. خب برنامه پرنده های مهاجر بود و موضوع امروزه ما غریب سال نام داشت. غریب سال باز هم میگویم به اون خاطر که چرا در تاجیکستان وزیر سال باشد، وزیری که همین وظیفه خودش را اجرا میکند، در یک کشور تیار، در اتاق تیار، در خانه گرم زندگی کرده، یا چرا اونجا معلم سال، دکتر سال، راهبر سال، رئیس سال میگویند، حافظ سال و شاعر سال میگویند. مهاجران بیچاره که همین ملت را از ورطه گرسنگی و خستگی و قشاقی و ناداری ها برآورده ایستادند، چرا غریب سال نگوییم؟ غریب بودن امروز ننگ نیست، امروز افتخار است. صادرات کشور هم واردات کشور هم وابسته مهاجران است. همین ها می جنبانند، چون که از وطن برآورده می فروشند، جای باید دیگر چیز برده می ریزند بر وطن. همان تنکسی، همان احتیاجات اهل وطن را می برارند. اساسگزار صلح و وحدت کشور هم مهاجر است، غریب است. چرا؟ اگر مهاجر نفرستد، چه خیلی که یک مشتری گرامی برنامه برآمد کرده گفتند اگر مهاجر نفرستد خون یکدیگر را، گوشت یکدیگر را میخورند در تاجیکستان، چون که نفرستد چی را میخورند؟ اگر مهاجر نباشد، اساسگزار صلح و وحدت هم نگهدارنده تنجی و آرامی هم در وطن همین مهاجر است. باز گفتیم صادرات و وارداتش هم پول بیار و نام بیار و تامین کننده دسترخوانش هم همین مهاجر است. پدر ملت هم مهاجر است. پدر باید یافته بیارد، پدر باید زحمت کشد و آنه که فقط گاز و بالای شکم تا کیم کجا، او هرگز پدر نیست. هنگام پدر ملت گفتن خوب 4 پهلوی این عباره را فکر باید کرد. خیلی برنامه پسند خودم آمد، شما را نمیدانم و آخرین اشتراکچی برنامه همان از چی باشد که صدایشان بسیار که کنده شد، قطع شد. معذرت میخواهم یک باری دیگر و با شما در همینجا خداحافظی میکنم تا برنامه های دیگر. همه شما را بر پناه خدا میسپارم. خیر. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می‌دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد
و حالا ما آن را تنظیم میکنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات: ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فرکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیون HFEC 5:6.